تو حالا اسم چسبناک‌ترین پیست مسابقه دنیا رو شنیدی؟ این پیست اینقدر چسبنده است که اگه کسی روش راه بره ممکنه گیر کنه یا حتی زمین بخوره. وقتی یه ماشین مسابقه‌ای شروع به حرکت میکنه لاستیکاش میپیچه و خودش رو با سطح پیست تطبیق میده که نشون میده این پیست چقدر قدرت چسبندگی داره. این مسیر با یه نوع لاستیک خاص ساخته شده که روش یه چسب خیلی قوی کشیده شده و به طور خاص برای مسابقات درگ در آمریکا طراحی شده. چسبندگی رو به طرز چشمگیری بالا میبره و باعث میشه ماشین حتی با بیش از 1000 اسب بخار قدرت و سرعت خیلی بالا هم روی زمین ثابت بمونه. استکاک بالا باعث تولید حرارت شدید میشه و سطح لاستیک ها رو مثل ژل نرم میکنه که اینم خودش باعث چسبندگی بیشتر میشه و ماشین عملا به زمین میچسبه. اما این چسبندگی بیش از حد بر از هر مسابقه یه لایه ضخیم از لاستیک ذوب شده روی پیست جمع میشه که یه تیم کامل باید با مشعل و ابزار مخصوص کم کم پاکش کنن. این فرایند سخت تمیزکاری نگهداری این پیست رو تبدیل به یه چالش واقعی میکنه. واو